سلام. امروز قراره درباره یه باور خیلی رایج حرف بزنم. اینکه برای اینکه رابطمون خوب باشه باید همه چیز رو با هم در میون بذاریم. یعنی همه چی رو بگیم، همه چی رو بشنویم، همه چی رو باز کنیم. ولی ایستر پرل تو کتاب زندگی در قفس میگه این باور گاهی میتونه میل جنسی رو بکشه، چون همیشه گفتن باعث نزدیک شدن نمیشه. تو کتاب پرل از زوجهایی میگه که باور دارن گفتگو کلید همه چیزه. یه زوج به اسم رعنا و شاهین که هر مشکلی داشتن فوراً مینشستن با هم حرف میزدن، یه مثال ازشون میاریم. رعنا میگه ما سعی میکنیم همیشه در مورد همه چیز صحبت کنیم، احساساتمون، خاطراتمون، حتی جزئی ترین چیزها. ولی یه مدتی انگار هیچی بینمون هیجان انگیز نیست، حتی رابطه جنسیمون یه جور وظیفه شده برامون. اینجاست که پرل یه چیزی رو مطرح میکنه. صمیمیت همیشه از راه حرف زدن نمیاد. بعضی وقتا صمیمیت از طریق بدن، از طریق سکوت، از طریق نگاه، لمس یا حتی رمزآلودگی بدن ما ساخته میشه. گفتن بیش از حد ممکنه تخیل رو خفه کنه. وقتی همه چی رو میگی، همه چی رو واضح میکنی، دیگه چیزی برای کشف کردن نمیمونه و میل همیشه به کشف نیاز داره. پرل میگه بدن زبان خودشو داره، ولی ما همیشه ذهن و کلمات رو ترجیح میدیم، در حالی که خیلی وقتها بدن چیزایی رو نشون میده که کلمات نمیتونن بیانش کنن. یکی از اشتباهات رایج زوج‌ها اینه که فکر میکنن هر بیشتر شفاف باشن رابطه جنسیشون هم بهتر میشه، ولی پرل میگه برعکسشه. میل نیاز داره به یک ذره رمز و راز. لازم نیست همیشه بدونی طرف مقابل دقیقاً داره به چی فکر میکنه. گاهی بهتره فقط لمسش کنی، فقط نگاهش کنیم بدون اینکه تحلیل پشتش باشه. حالا شاید بپرسی یعنی دروغ بگیم، یعنی هیچی نگیم؟ نه. منظور پرل اینه که لازم تو رابطه گوشه هایی باشه که هنوز تاریکن، که توش خیال کار کنه، که توش همسرت رو نه به عنوان یک دوست صمیمی بلکه به عنوان یک فرد مرموز، جذاب و خواستنی ببینی. یه لحظه تصور کن. ناهید همیشه از همسرش میلاد میخواست که در مورد احساساتش صحبت کنه، ولی میلاد مردی که راحت نیست از درونش بگه. یه بار ناهید دید که میلاد یه شب خاص بی هیچ توضیحی شب روشن کرد و شام پخت. ناهید میگه همون شب از همیشه بیشتر حس خواستن داشتم، چون نمیدونستم چرا این کارو کرد. یه حس غیر منتظره و گرم داشت. اینه اون فضا، اون جایی که چیزها خیلی دقیق و تحلیلی نیستن ولی حس دارن. این دقیقاً جایی که میل زنده میمونه. یعنی جمع‌بندی کنیم. گفتن زیاده از حد میتونه با رابطه آسیب بزنه، چون میل به تخیل و راز وابسته است. نیازی نیست همه چیزو بگیم، نیازی نیست همه چیز روشن باشه. گاهی سکوت، لمس یا فقط بودن خودش همه چیزو میگه. تمرین این هفته: به جای اینکه حرف بزنی سعی کن یه شب فقط با حضورت صمیمی باشی. یه نگاه، یه لمس، یه حرکت ساده، بدون تحلیل، بدون بحث. فقط حضور داشته باش. ببین چه حسی میسازه. اگه این ویدیو برات مفید بود، لایک و کامنت یادت نره.